سورپرایز داریم. سورپرایز ما است که جوانای عزیز و محترمانای افغان ما برای ما اومدن فیشن شو جور کردن و فیشن شوی کالای افغانی و افتخارشان. شما ما را سپورت میکنین، جوانای ما که از پروگرام همیشه کتم همکاری میکنن، پروگرام دنیای جوانان به افتخارشان یک کف سر. خب دوستان عزیز، من باید برای شما یک نفر معرفی کنم، مصطفی جان. خب دوستان عزیز، شما همیشه پرسان میکنین برشنا جان شما لباسای شما را از کجا میخرین یا از کجا میکنین که میپوشین. خب دوستان ما رو نمیبینن، بیاین اینجا بالا شاید. حالا میبینین؟ خب دوستان عزیز، لباسایی که با پروگرام‌های ما میشه اسپانسر پروگرام‌های ما است AFG کلاسیک. خود مصطفی جان که اونر صاحب AFG کلاسیکس است، نام خدا شما میبینید که چقدر اینا جوان هستن و یا کلتور خود زنده نگاه میکنن به امریکا. من میخوایم که سوال همه شما را جواب بدم که کلی پرسان میکنم برشنا جان کالا را از کجا کنین، شما میفهمین. الان من میخوام که مصطفی جان بر ما بگه که شما چطور میتونین این کالا را به دست بیارید. وطندارای عزیز السلام علیکم. امی کالای افغانی که شما میتونین به دست داشته باشین، میتونین بخرین امی کالا را از afgclassics.com. اما کالا در وبسایت هست و با شما پرایس هایش هم است که شما میتونین امیر رو به دست بیارین. این امیر بر شما میخواستم بگویم که امی کالای ما همه دوستا که اینجا تشریف آوردن اگر میخرن برشان دیسکاونت هم میتیم. چطور؟ بفرمایید. بعد دیسکاونت گرفتم برات باز نگوید. خب
ما شما بسیار زیاد تشکر میکنم. تشکر مصطفی جان که شما کلتور افغانی را نگاه میکنین به امریکا جا. حتما دوستان عزیز با پروگرامایتان، با پروگرام عید، با عید بخیر و با پروگرامای عروسی شینیپوری شوخینه کالای مقبول افغانی را از AFG Classics باید به دست بیارید. تشکر از شما و تشکر از یک و یک شما. Thank you so much. با افتخارشان اختره شکر دی چې راغلی، اختره شکر دی چې راغلی، په انتظار درته له ډېرې مودې ومه. ګرانو قدرمنو دوستانو بیا هم السلام علیکم. ایله لرمه چې دا ښکلی ویډیو ستاسو خوښ شوي او اختر دې بیا هم تاسو ته مبارک اوسي. بیا ستاسو په خدمت کې تاسو کولی شئ ټلیفونونه راوکئ او اختر مبارکي خپلو ګرانو دوستان ته ورکئ. دوستای عزیز بازم خوش هستم همراه شما هستم. میده بازم بر شما تبریک میگم و به همه دوستا که نو میمان پروگرام ما شده، پروگرام خاص خصوصی که به خاطر عید قربان ما گرفتیم به شما اینجا آمدیم که عید مبارکی همراه شما کنیم و ویدیوی